دارن میان که تو رو نجات بدن. کسی به تو صدمه نمیزنه. باشه نترس. نترس. فاتح هلی منو پوشش بده. داداش خوبم تو ادامه بده. تسلیم شو، اسلحه‌تو بنداز زمین. هلو از اون طرف. بخواب رو زمین، تکون نخور. تکون نخوره، بخواب رو زمین. دستاتو ببر پشته، تکون نخور. کسی نیست. نیلوفر حالت خوبه؟ نه ترس، ما پلیسیم. دیگه در امانی. با من بیا. همینجوری ادامه بدیم. خدا سلامتی بده. ممنون. داداش عزیزم، اتاق من منتظر توه. چند ساعت دیگه همه چی تموم میشه، حالت بهتر میشه. پسر مگه من کم میارم؟ داداش 0 کیلومتر نمیخوای؟ عمر تو خودتو ناراحت نکن. این اولین تیر نیست که خوردم، آخرش هم نیست، ما عادت داریم. داداش خدا سایه تو رو از سر ما کم نکنه. قربونت برم داداش عزیزم، تو خوب باش.
زخمی ندارین و فشارتونم نرماله. اگه خوب نیستین میبریمتون بیمارستان و یه آرام بخش بهتون تزریق میشه. لزومی نداره، من خوبم. باشه، خدا سلامتی بده. بهتری. کسی که تو رو دزدیده بود، همون متین، اون کجاست؟ نمیدونم، اصلا ندیدمش. نتونستین پیداش کنین؟ فرار کرده؟ پیداش میکنیم. تاوان بلاهایی که سر تو و خونوادت آورده باید پس بده. عمر، دادستان اومده، داره اون آدما رو میبره اداره پلیس برای بازجویی. ولی تو نگران نباش، خودم حواسم به همه چیز هست. مشکلی نیست پلی. میدونی که من نمیتونم وارد اداره پلیس بشم. این کارو سپردم به بگیم خودت. نیلوفر شناسایی کنه. امروز بره پیش خانواده‌اش استراحت کنه. فردا ازش بازجویی میکنیم. باشه. نیلوفر پاشو. عمر، من با نیلوفر حرف زدم، نمیخواد بره بیمارستان، میخواد بره پیش خواهرش. اگه برم بیمارستان ولم نمیکنم. من میخوام برم پیش خانواده‌ام. الی یه کاری بکنیم. تو نیلوفر رو ببر پیش خواهرش. غیر تو نمیتونم به کسی اعتماد کنم. منم داداشم رو ببرم بیمارستان. داداش حسینت پیش من امانت، تو نگران نباش. تو نیلوفر رو ببر پیش خواهرش. عمر، جونم داداش. پسرم حق با پلینه. دختره رو ببر پیش لطیفه. اگه موفق شدیم به لطف شماها بود. آخه داداش چطوری ولت کنم؟ یالا دیگه دادا، سر من با یه گلوله نمیمیره. پاشو بریم. بیا ببرمت پیش خواهرت. تو با متین حرف زدی؟ خوبه. تا 10 دقیقه دیگه جلوی در باش. بریم یه نگاهی به دور و بر بندازیم. سری بیا. صبح بخیر. صبح بخیر. میدونی فایده سحرخیزی چیه پینار؟ دیشب نتونستم خوب بخوابم. صبحای زود نور خورشید برای افسردگی‌های فصلی خیلی مفیده و استرسم کم میکنه و از اونجایی که هورمونا درست کار میکنن مانع چاق شدن میشن. منو ببین، توپم. علاوه بر این، امروز که بیدار شدم خیلی خوششانسم. یه زندگی خوب و با ارزش دارم و اونو تلف نمی کنم. درباره دیگران مثل همیشه فکرای خوبی تو ذهنم پرورش میدم و تا جایی که از دستم بر بیاد بهشون کمک میکنم. عالی. پرسجو کردم، دیدم تو همکلاسی به اسم عمر جنر نداشتی. واقعا ای بابا، نکنه اشتباهی شده باشه. امکان نداره. یا تو دروغ میگی یا اون عمر بهم دروغ گفته. حالا باید ثابت کنی که عمر همکلاسیت بوده، وگرنه فکر میکنم جای دیگه و یا طور دیگه آشنا شدی. این موضوع منو ناراحت میکنه و طورم به درد سر میندازه.
اگه کسی بپره تو این دریا میتونه نجات پیدا کنه؟ یعنی زنده میمونه؟ خب بستگی به این داره که چطوری و از چه ارتفاعی بپره. اگه از ارتفاع بالاتری بپره بدنش مثل بوتون میشه و همون لحظه میمیره. خب اگه نمیره بعدش چی میشه؟ باید خوش شانس باشه. اگه شنا بلد نباشی آب با خودش میبرتت. اگه شنا هم بلد باشی باید شانس داشته باشی. برای چی پرسیدی؟ کی پریده تو دریا؟ هیچ کس. یه بار یه موقعیتی برای فرار گیرم اومد. میخواستم بپرم ولی جرأتشو نداشتم. داشتم فکر میکردم اگه میپریدم چی میشد، برای همین پرسیدم. تو به این چیزا فکر نکن. دیگه هرچی بود تموم شد. نیلوفر، واسه اینکه بتونیم اونا رو گیر بندازیم حرفای تو مهمه. به همه جزئیات فکر کن. ممکنه چیزی که برای تو بی اهمیت باشه برای پلیس یه سرنخ باشه. حله؟ عکس تو و لطیفه رو تو روزنامه دیدم. واقعا؟ دوست پسرشی؟ خواهرت همه چی برات تعریف میکنه. دیگه صبح شد، در رو باز کنین. صبح بخیر. بسم الله. چی شد؟ این کمیسر نیامد؟ نه قربان، این دخترم تا صبح نذاش من بخوابم. منم اومدم اینجا بخوابم که از صداش دور باشم. لطفاً. چه آدم مزخرفی هستی؟ تمام شب من اینجا زندگی کردی ها؟ به چه حق این کارو کردی؟ وایسا، زدی در شکوندی، به زور بازش کردم. میدونی تو دیوونه ای، تو سادیست داری، روانی هستی. تو اگه جای تو بودم مراقب حرف زدنم میشدم، چون داری ناراحتم میکنی. با من بیا. خوبی؟
چرا انقدر زود میری فرودگاه؟ از الان خسته میشی. هنوز 6 ساعت تا پرواز مونده. آخه چی کار میکنی؟ اگه خونه بمونم هم نمیتونم بخوابم. تازه ممکنه ترافیکی تصادفی باشه، نمیخوام ریسک کنم. باشه هر طور راحتی. حق با مامانته. منتظر موندن بهتر از اینه که به پرواز نرسه. قلبم داره میگیره. کاش چشامو ببندم و باز کنم و کنار نیلوفر باشم. اصلا نمیدونم این پرواز قراره چطوری بگذره. وای مامان اینقدر بزرگش نکن، دخترت چیزیش نمیشه. تو باید بهتر از هر کسی بفهمی. تو خودت مادری. من فکر میکردم نیلوفر دانشگاهه و همه چی رو به راهه، ولی چیا شنیدم؟ حرف در اومد که رفته سان فرانسیسکو. تو باشی نگران نمیشی آخه؟ به نظرم تو جواب این سوال از لطیفه بپرس. بابت همه چی به اون اعتماد کردیم که به نظرم خیلی هم اشتباه کردیم. الانم بیا جواب سوالتو بده دیگه. باشه اصلی، من دیگه از بحث کردن خسته شدم. ای بابا من چه گناهی دارم؟ اونی که شب تا صبح خونه نمیاد دختر توئه. خدا رو شکر که صحیح و سالم پیدات کردیم. من که نبودم چه خبر شد؟ تونستی بفهمی چرا این بلاها سرمون اومد؟ بعدن درباره همه چی با هم حرف میزنیم. باشه تو که اومدی انگار همه چی مثل قبل شده. انگار من تازه از روم برگشتم. انگار بابا هنوز فوت نکرده. مامان چطوره؟ حتما آشفته است. خبر ندارن. بهشون نگفتم نیلوفر. چرا؟ اگه میگفتم تو رو میکشتن. چطوری؟ یعنی این همه مدت نقش بازی کردی؟ حتی برای مامان؟ لطیفه چطور تونستی این کارو بکنی؟ آخه اگه از پسش بر نمی اومدی، اگه نمیتونستی پیدام کنین، اگه منو میکشتن چی؟ تو به اینا فکر نکردی؟ تو انگار منو بیخیال شدی. نیلوفر مزخرف نگو، مگه میشه؟ تازه اگه میگفتم چه فایده ای داشت؟ من سعی کردم بهترین کار انجام بدم. نه من اصلا باورم نمیشه. واقعا باورم نمیشه. نیلوفر ببین، حق داری با شنیدن اینا تعجب کنی، ولی اگه خواهرت این تصمیمو نمیگرفت الان ستایی تو این ماشین نبودیم. خب راستشون تصمیم درستی گرفته بود و همش به فکر تو بود. بس دیگه، از چیزای بهتری حرف بزنیم. حالا دیگه اینجا یا همه چی تموم شد. در ضمن نباید بی احتیاطی کنیم، چون اون متین سگ هنوز به چیزی که میخواست نرسیده. ضمن شبانه روز یک جلوی در خونتون نگهبانی میدن. اگه بخواین شما میتونین برای نگهبانی از یه شرکت امنیتی کمک بخواین و هیچ کدوم از اعضای خانواده‌ام تنهایی جایی نره تا وقتی اون الماسا پیدا نشه. متینم ولکن معامله نیست. نیلوفر تو امروز استراحت کن، فردا همکارام تماس میگیرن که بری اداره پلیس. برای شناسایی متین توضیحات تو مهمه. باید بدونیم اون بیشرف مرده یا فرار کرده. نگران نباش، من همیشه کنارتم. کاش منم باهات می آمدم. لزومی نداره عزیزم. شما به لطیفه خبر بدین. دیشب هرچی زنگ زدم در دسترس نبود. نمیدونم کجاست که آنتن نمیده. باشه تو هم رسیدی حتما زنگ بزن. باشه زنگ میزنم. مامان جون، تو رو خدا کجا بودی دخترم؟ من دارم میرم امریکا پیش خواهرت. مامان جون صبر کن، آروم باش. من نمیتونم.
چه حال روزی عزیزم؟ مامان جون. عزیزم تو خوبی؟ چی شده؟ خوبی؟ به مامانت بگو. چت شده گلم؟ چته عزیزم؟ چرا گریه میکنی؟ همه چی رو به راه نیلوفر مگه نه؟ خواهش میکنم منو نترسون. مامان جون بریم بالا، من همه چی رو تعریف میکنم. بیا یکی دونه ببینیم این دفعه چه داستانی دارن. عمر تو نمیای؟ نه من یکم کار دارم، بعدم میبینمت. سویچ رو ماشینه. میبینمت. عمر کجاست؟ گفت کار دارم نیومد. باشه تو برو بالا، من یه نگاه بندازم. چی شد؟ آقا متین آخرین بار دیروز صبح اینجا بود، بعدش دیگه دیده نشده. موبایل عارف و علی هم خاموشه. از ناجی خبری نشده؟ به دیسکو سر زده؟ اونجام نرفته. خیلی خوب تو ادامه بده. چیه فیزی؟ چی شده؟ زهره خانم صبح زودش میرفت فرودگاه. نکنه داره میره آمریکا؟ میخواست بره ولی بعدش منصرف شد. خوبه. لطیفه حتما نذاشته بره. آره؟ لطیفه خانم با خواهر کوچیکش نیلوفر اومد. تو مطمئنی؟ اصلا نیلوفر رو از کجا میشناسی؟ قبلا دیدیش؟ زهره خانم گفت دخترم رو بغلش کرد. اگه گریه کردن دختره رو شما هم میدیدین که چقدر آشفته بود. دقیقا نفهمیدم چی شده. مرت اومد میگفت بهش زنگ زدی. تو سان فرانسیسکو چی کار داشتی؟ تازه گفتی دوست پسرم داری. مامان اصلا اونطوری نبود. یعنی چی؟ میشه یکی به من واضح بگه چه خبره؟ مگه میشه مامان؟ پس چطوری مخفی کاری کنن؟ چطوری جلب توجه کنن؟ اینم تکنیکای کلاسیک پرنسساست دیگه. عزیزم صبر کن گوش کنیم ببینیم چی بوده. تو که میدونستی میاد، چرا به من نگفتی لطیفه؟ مامان جون خواهش میکنم یکم آروم باش. میخوای قرص تو برات بیارم؟ ول کن اینا رو. زود باش جواب بده. نیلوفر تو سان فرانسیسکو بوده؟ نه مامان، من استانبول بودم. چرا نرفتی؟ مامان جون بیا لطفا یکم بشین لطفا. مامان اصلی تانر، من از اولش بهتون دروغ گفتم ولی واقعا ناخواسته گفتم، مجبورم کرده. اون روز که
با نیلوفر میرفتیم فرودگاه، سر را جلوی ماشینمونو گرفتن. کی جلوتونو گرفت؟ کسایی که بابا بهشون بدهکار بود. بابا الماساشونو دزدیده. الماسا هم خیلی با ارزش بوده. چقدر با ارزش بودن؟ چند قیراط بود؟ چه رنگی بود؟ به ارزش 110 میلیون. ولی فقط تا این حد میدونی با دزدیدن نیلوفر منو تهدید کردن. از اون روز سالم نیلوفر دستمونا بود. تو چی داری میگی لطیفه؟ آفرین به تو لطیفه. اینو الان به ما میگی؟ واقعا عذر میخوام. تا 10 دقیقه دیگه میبرنتون. رئیس درد که نداری؟ خوبم مثل کوه. این چندمین باره رئیس؟ 5می. اسرائیل 5 بار بهم گیر داده. ایشالله آخرین بار باشه. اونطوری نگو. اینا چیزی نیستن دخترم. بدو ضربانش پایینه، فشارش هم افتاده، بهش تنفس مصنوعی ماساژ قلب داده شده. ماهیگیرا پیداش کردن، وضعش وخیمه. زود ببرینش داخل. واقعا ازت میترسم لطیفه. خدا میدونه دیگه چی از ما مخفی میکنی. اصلی تو چی میگی؟ من چند روزه که دارم سعی میکنم خواهرمو نجات بدم. کافیه. هر دوتون ساکت شید. نمیخوام بیشتر از این به حرفاتون گوش کنم. از نظر من این کارتون اصلا قابل بخشش نیست. یه روز اگه مادر بشید منو درک میکنن. والا فهمش براتون سخته. تا حالا من همچین بی مسئولیتی و بی تفاوتی رو ندیده بودم. چند روز بارها ازت پرسیدم خواهرت کجاست؟ همش برام نقش بازی کردی. مامان جون خیلی معذرت میخوام. من نمیخواستم تو رو ناراحت کنم. تو جون خودت هم به خطر انداختی. چطور تونستی این کارو بکنی لطیفه؟ ممکن بود بمیرید ولی پلیس به من کمک. من مادر نیلوفرم، مادر تو هم هستم، مادر اصلی هم هستم. نمیتونی منو زیر پا بذاری، نمیتونی بدون اطلاع من کاری کنی. تا حالا تو رو تا حالا دست روز بلند نکردم، ولی الان من نمیتونستم بهتون بگم. اگه میگفتم جون نیلوفر به خطر میافتم. تو چشام نگاه کردی و بهم دروغ گفتی. من بهت چطوری اعتماد کرده بودم، چطوری باورت کرده بودم. ناامیدم کردی لطیفه. خانم لطفاً آروم باشید. مهم اینه که الان نیلوفر اینجاست. ها؟ یعنی شاید اگه منم جای لطیفه بودم همین کارو میکردم. با اتفاقاتی که نگذروندیم و تجربهش نکردیم لطیفه رو محکوم نکنیم. نمیخوام بیشتر از این حرف بزنم. میخوام با دخترم تنها بمونم. الان فقط همینو میخوام. بیا دخترم، بیا. لطیفه تو خودتو ناراحت نکن باشه. معلومه که خیلی سختی کشیدی. از فردا همه چی مثل قبل میشه. تو امروز رویاهامونو نابود کردی لطیفه. دیگه تو هم مثل همه ما یه آدم عادی هستی.
شخصی با هویت نامعلوم در حال غرق شدن توسط ماهیگیران پیدا شد. این فرد به بیمارستان منتقل شد و در حال حاضر در وضعیت مناسبی به سر میبرد. پزشکان در تلاشند که وضعیت جسمانی وی را به حالت عادی برگردانند. و حالا به خبر بعدی توجه بفرمایید. پسرت کجاست زن؟ ها؟ بگو فاتح کجاست؟ بگو وگرنه اون زبون نسبتم میبرم. ها؟ نیومده. آدم حسابش کردیم و یه کاری بهش دادیم که گند زد بهش رفت. حالا مرتی که بیورزه فکر کرده مخفی شده. اگه تست دی ان ای نگرفته بودم عمرن بهش نمیگفتم پسرم. مرتی که یک کثافت. به اون فاتح بگو تو هر سوراخی که رفته بیاد بیرون و منو خسته نکنه، وگرنه 1000 برابر کاری که با مادرش کردم با خودش میکنم. دونه دونه چشاشو در میارم. جوری شکنجش میدم که تا یه ذره ناراحت نمیشه. چشمام میبندم. تماس با مشترک مورد نظر امکان پذیر نمی باشد. عمر، حتی نتونستم درست حسابی ازت تشکر کنم. زود رفتی. میبینمت. پلو رفتم خونوادم و آوردم. حال داداشم چطوره؟ خوبه. پرستار اومد بیرون و بهم گفت. بابام خوب میشه مگه نه عمو؟ مگه میشه نشه این چه حرفیه پسرم؟ مثل احمقا حرف نزن دیوونه. مگه بابام ما رو ول میکنه جایی بره؟ چیزی نمیشه پسر گلم، نترس. چیزی نمیشه. ای خدا، پسرمو بزن و بچهش ببر. زخمش خیلی عمیق بود؟ یعنی وقتی میرفت اتاق عمل به هوش بود؟ دکترها گفتن چیزی نیست که بترسید. آخه حسین خیلی قویه، خوب بود، تازه حرفم میزد. همه چی رو به راهه، لطفا نگران نباشید. ها، دکتر آقا حسینن. آقای دکتر، وضعیت حسین دمیر چطوره؟ خیلی خوبه. گلوله رو برداشتیم و بخیه هم زدیم. عمل خیلی با موفقیت انجام شد. خدا رو شکر. بعد از اینکه به هوش بیاد از بخش مراقبت‌های ویژه به بخش منتقل میشه. خدا سلامتی بده. خیلی ممنون. خیلی ممنون. دیدی؟ بهت نگفتم چیزی نمیشه ها؟ دمت، مام بزرگی تو ببر یه جا بشین. نه پسرم نمیشه، من همینجا منتظر. مامان بزرگ بیا مخالفت نکن. خسته شدم. برو مامان جون، برو. لطیفه اینا چطورن؟ هر دوشون خوبن. این لطیفه همونی بود که اومده بود خونه ما؟ همونی که الکی میگفت دوست سیبلم؟ آره؟ همونی که باهاش خبر روزنامه ها شدی؟ دختر اون آدمی که سیبل باهاش مرد؟ بله زنده داشت، همونه. به خاطر تو شوهرم تیر خورد داره؟ شب و روز نداشتی افتادی دنبال قاتل سیبل کافی نبود؟ شوهر منم قاطی داستان کردی. میخواست زندگی دختر رو نجات بده. خب تو نمیذاشتی عمر. میگفتی تو زن و بچه داری، مانعش میشدی. ولی کو عمر که جز خودش به هیچی فکر نمیکنه. فقط عمر مهمه. ملک ساکت دختر. ساکت نمیشم مامان.
دیگه شوهر منو قاطی کارات نکن. ملک، دخترم گفتم ساکت شو. این حرفا رو جلوی مردم نمیزنن. تازه حسین بچه نیست، پلیسه، پلیس. تمومش کن و بشین اینجا. یالا. ضربانت منظم شد. دیگه نیازی به این نداری. شکستگی جزئی دارین که تا چند هفته دیگه خوب میشه. نجات پیدا کردنتون یه معجزه بود. اگه جای شما بودم یه مدت از دریا فاصله میگرفتم. این حرفتون رو آویزه گوشم میکنم. تا یه ساعت دیگه میبریمتون بالا. پلیس بیمارستانم میاد و از شما بازجویی میکنن. میتونین به اونا بگین چه بلایی سرتون اومده و کی این کارو با شما کرده. کسی با من کاری نکرده. من خودکشی کردم. یه دختر رو دوست داشتم ولی اون ترکم کرده. منم طاقت نیاوردم و از پرتگاه پریدم تو دریا. دخترم گناهی نداره. کاملا تقصیر خودم بود. وضعیتی نیست که به پلیس بگم. بازم ازتون سوال میکنن. در ضمن روانشناسم میفرستم پیشتون. نیازی به روانشناس نیست. اینا روال کاره. مجبوریم انجام بدیم. شما فعلا استراحت کنید. خدا سلامتی بده.